عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان. یک دستگاه DVR هست که برای ما آوردن با این ایراد که هارد رو نمیشناسه و میگه که باید فرمتش کنم. موقعی هم که میزنم فرمت بشه اتفاق نمیفته و میگه هارد شناسایی نشد. بزنیم یه ولتاژگیری ازش بکنیم. ببینید این پشت دستگاه DVR هست. یه آداپتور 12 ولت داره که بهش وصل کردیم. من قبلا قابش رو باز کردم. سرعت کار ببینید، هارد برای اینکه کار کنه روی دستگاه DVR نیاز به 2 تا ولتاژ داره. یه ولتاژ 12 ولت و یه ولتاژ 5 ولت. این سوکت هارد هست. 2 تا منفی داره، یه 12 ولت و یه 5 ولت. من اینو میزنم داخل مشترک منفی و ولتاژ میگیریم. ببینید 12 ولت ما 4.8 ولت نشون میده و 5 ولت ما 4 خورده ای. حالا متغیر هست ولی دقیق نیست. برای اینکه قبل از اینکه برد رو دست بزنیم اول ما میایم تغذیه رو بررسی میکنیم. ببینید من اینو خارج میکنم. آداپتور رو چک میکنیم. آداپتور همونطور که میبینید 12 ولت و 1 صدم 12 و 1 صدم ولت ولتاژ داره. ولی نکته اینجاست. ببینید من با منبع تغذیه اینو راه میندازم. حالا چک میکنیم با هم دیگه. ببینید الان 11 و 80 12 ولتمون هست و 5 ولت هم اینجا ما ثابت داریم و میبینید که بوق DVR هم آلارمش زده شد. پس قبل از اینکه ما برای این مشکل بریم اصلا به برد دستکاری کنیم باید آداپتور رو چک کنیم. آداپتور ولتاژ رو داره ولی جریان مناسب رو نمیتونه برسونه. بعد آداپتور رو باز کنیم و تعمیر کنیم و یه چون ارزش خاصی نداره یه آداپتور نو جایگزینش کنیم. قبلا یه پست در خصوص آداپتور رو گذاشتم، اون هم میتونید تو همین کانال یوتیوب ما ببینید. اگر این ویدیوها رو دوست داشتید حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید و برای دوستانتون هم به اشتراک بگذارید و اینجوری ما رو حمایت کنید تا ویدیوهای بهتری رو انشالله براتون. خب این همون آداپتور دستگاه DVR مون هست که گفتیم 12 ولت رو داره ولی جریان مناسب رو نمیتونه برای دستگاهمون تامین کنه. بازش میکنیم. با یه پیچ گوشتی راحت باز شد، پیچی نداشت. اگر دقت کنید ببینید این 2 تا خازن رو میبینید باد کرد. این 2 تا خازن که ما تعویض کنیم جریان مناسبش برقرار بشه. حالا ممکنه این هم نیاز به تعویض داشته باشه و ظرفیتش رو ببینیم ولی بیشتر این 2 تاست که مشکل ایجاد میکنه که من حالا تعویضش رو میکنم و مشکل این مشتریمون حل خواهد شد. هیچی خودش نمیاد. بریم ظرفیتش رو چک کنیم ببینیم چقدر هست. 680 میکروفاراد 16 ولت.
اصلا 13 میکروفاراد نشون میده. 680 میکروفاراد. اینجا رو نگاه کنید. 29 میکروفاراد. ظرفیتش هم که روی زده 680 میکروفاراد 16 بود. اینا رو عوض کنیم مشکل حل خواهد شد. خب تو خواستن 680 میکروفاراد رو جایگزین کنیم که مشکل این داستان بهتر بشه. خب عوضش هم بکنیم. همونطور که میبینید بسیار قشنگ لحیم شد. خب ببندیمش و خب اینم از آداپتور. امیدوارم مورد توجهتون واقع شده باشه. خدا نگهدار.